و حاجتی که شما در طلب آن بودید. همه فرشتگان آسمان چنین محفل را، چنین حلقه را جستجو میکنن. یه ایدهش که میبیایه همین حلقه را میبینه که یه در 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر، 20 نفر آدم جمع شده و ذکر و تسبیح و تحلیل و درس گفته ایستادن. نگارا را فریاد میزنن بیایید. ملائکه ها را میگن بیایید که اینجا عجیبه، در این خونه خدا مردم جمع شدن، سخن خدا میگن، سخن رسول میگن، بیایید با هم. فرشتگان با بالاهای خود آنجا را چی میپوشانند. بعد فرشته ها همگی میبیان، پر و بالا را خیلی پراشان با هم بالای هم میانده. همین نشستگاه بالکلیه نه، همین قشلاق میپوشانند. همه قشلاق چی زیر پر و بال خود میگیرن از طفیل این حلقه. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامش شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخاندروز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. طبق به طبق، دسته به دسته روی هم فرشتگان الهی چنان میآیند که خیلی موضوع ها را دوست می‌دارند که میگه گروه گروه، طبق به طبق بالای هم میان، هم خیلی این مردم تماشا میکنن. این منظره خودشان میآید، خوش میرن. تا به آسمان دنیا میرسن، خداوند آنان رو میپرسد. اینا بعد از اینجا که درس تمام شد، فرشته ها برای حساباتی نزد الله میروند. بعد نماز شام الله فرشته ها رو میپرسد، در حالی که خدا از فرشتگان آگاه تر است. فرشتگان اینجا میبینن، از اینجا که بعد تمام شدن درس که بالا میره، الله از این حلقه میپرسه شما، در حالتی که الله از فرشته ها خود بسیارتر داناتر است. الله خودش میدونه که در اینجا هر بگه چی گپ میشه. الله از فرشته ها زودتر میدونه، لیکن با به هر حال فرشته ها را که مأموری همی کردن، مسئول همی کردن، اینجا اسمی را حسابات میدن. فرشتگان چی میپرسند؟ بفرماید بندگان من در روی زمین چی میگویند؟ حالی فرشتگان میروند و میگه شما بنده های من در کدام حالت دیده؟ چی میگفتن؟ و یه شیشتن دمه چی؟ لغلقی بفویده بود یا که سخن خدا و رسول؟ فرشتگان میگویند حمد و ثنا و ذکر و تمجید تو را بر زبان می آوردن. پروردگار رو میگن، فرشتگان میگن ایده بندگان تو در خانه تو جمع شدن، تسبیح گفتن، تمجید گفتن، ذکر کردن، تحمید گفتن، خب نماز خواندن، امر معروف کردن، نهی منکر کردن. میفرماید آیا مرا دیدند؟ خدا میپرسه شما که این بنده هایی که در خانه ما ششتن و عبادت کردن و تسبیح و تعلیل کردن، من دیدگیان؟ الله میپرسه من دیدن؟ میگوین خیر نه، خدای تو را ندیدن. شما را ندیدن؟ میگن ملائکه اصلی خدا میگن نه، خدای تو را ندیدن. این بنده ها میفرماید الله چی میگه؟ اگر مرا میدیدن حال آنان چگونه بود؟ این بنده های من که در خانه های خدا میدارن، میشینن و نماز میخوانن و عبادت و بندگی و تسبیح و تحلیل و امر معروف و نهی منکر و گفتگوی خدای و رسول میکنن، همه من دیدن؟ میگن نه. اگر هر آینه من میدیدن این بنده های من چخیلی میشیدن، چیکار میکردن؟ میگوین فرشته چی میگن؟ اگر شما رو میدیدن عبادت و حمد و ثنا و ذکر تو رو بیشتر از آن انجام میدادن. خدای اگر هر آینه اینا تو رو میدیدن، حاضر که به پروایانه صحبت دارن، صحبت میکنن، بعضی ها به پروایانه گوش میکنن، بعضی ها منافق صفت ها نمیتونن که گوش کنن. الله با بعضی ها رو نصیب
اینی صحبت گوش کردن نکرده. الله وقتی که خود نخواهد که یه بنده سخن خدا و رسول نخواهد، جرأت نمیکنه که از در مسجد درون درآید. یعنی از چنین نعمت عظمی بعضی ها را محروم میکند الله. خدا پناه دید از اینی که از این نعمت محروم شدیم. آن روزی که بنده در بالای تابوت میبرد، تابوت وقتی خوابش میکنند، بعد در کیچی مردم تکان طرف قبرستان میرود. این بنده در درون تابوت انگشت حسرت میگذد، سخت انگشتش میگذد. کاش که زیادتر گوش میکردم، کاش که زیادتر در چنین محفل ها میشستم. چرا گریختم؟ یا فکری میشود. اگر خدای تو را میدیدم عبادتشان 10 چند و 100 چند زیاد میشد. میفرماید از من چی میخواستن؟ این بنده ها در شیشتن سخنی مرا گوش کردن، سخنی پیغمبری مرا گوش کردن. یا ایما چی میخواستن؟ ملائکه را میپرسن. ملائکه میگن از تو بهشت میخواستن. این مردم در اینجا آمدن، اینجا روشان طرف قبله شیشتن، سخنی تو را گوش کردن، آرزوشان بهشت است. بهشت. الله میفرماید آیا بهشت را دیدن؟ بهشت دیدگیان میگن فرشتگان میگن نه خیر ندیدن. و الله اگر بهشت را میدیدن، پروردگار میگه حال آنها چگونه بود؟ اینا بهشت ندیدن، برای بهشت رفتن میبیان اینجا میشینن ساعتها سخن خدا و رسول گوش میکنن، وقتها را در خانه خدا میگذرانن، عبادت و بندگی میکنن. بهشت ندیدن. اگر بهشت میدیدن چیکار میکردن؟ اگر بهشت را میدیدن، ملائکه میگفتن حرص و طمع و کوشش و طلب و رغبت آنان بیشتر از آن بود که داشتند. عشق و محبت که حاضی دارن، ظاهرا عشق دارن این بنده های خدا، اندکی هم باشه عشق دارن، میخوان بهشت برن. لیکن هر آین اگر بهشت را میدیدن، ذره یک حلقه که زمین یا یک میوه از میوه های بهشت اصلیش اگر میدیدن، این عشقی که حالی دارن 100 برابر زیادتر میشد. الله میفرماید از چی چیز به من پناه میبردن؟ همین مردم در همینجا میشینن، ای چی چیز از خدا پناه میبرن؟ خدای ما را از چی پناه بده؟ میگن فرشتگی از عذاب آتش جهنم. اینا خدای بهشت میخواستن، لیکن از دوزخ چی؟ میترسن. ذره هم که باشد از دوزخ میترسن، به تو پناه میبرن. الله میفرماید آیا آتش جهنم را دیدن؟ خدا فرشته ها را میپرسه اینا میترسن از دوزخ؟ میگه ها. آیا آتش دوزخ دیدگیان؟ میگه نه خیر، دوزخ ندیدن، خدای آتش جهنم ندیدن. خب اگر جهنم را میدیدن، حال آنان چگونه بود؟ اگر این مردم دوزخ را میدیدن، حالشان چگونه بود؟ فرشتگان میگن اگر میدیدن جهنم را بیشتر میترسیدن. حالا دوزخ را ندیدن، کم کم میترسن. اگر یک انسان خدای نخواست از قبر زنده میشد و جهنمی میشد میبرامد، دوزخی میشد، سوختگی و سیاه شده از قبر بلند میشد میبرامد، میگفت که دوزخ بسیار جای سخت است، مردم احوال مرا بینه، آتش مرا چگونه کرد. این مردم سخت میترسیدن خدایا. حالی ندیدم. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی میپرسی؟ بیایی دانی. حالی بیا با میدانی یه چی پس. حالی قبر میدانی، او خانه و چر نیست. قبر فقط همه چقدر خالی ندان. و قبر برای صاحبش بسیار یک موضوع خطرناک است. بسیار چی؟ خطرناک است. اگر میدیدن خدایا عذاب جهنم را، اینا بیشتر میترسیدن و زیادتر چی؟ فرار میکردن، میگریختن از دوزخ. خدا در پاسخ جواب فرشتگان میفرماید شما را گواه میگیرم. ببین الله همون ملائکه که باز آمد در صف شما شیشتگیان، بعد نماز شام خداوند محاکمه شان میکند، حسابات میتن اینا، از میرن بعد نماز شام.
بعد پرسیدن و سوال جواب کردن ملائکه ها الله چی میگه؟ شما رای ملائکه هایی که ای همین موضع ای همین نشست برای من حساب داده شما را شهید میگیرم گواه میگیرم من آنان را بخشیدم گناهشانه حاض خداوند نماز شام ده اعلان بخشیدن گناه شما را میکنه توسط شهید همه ملائکه ها چند نفر انسانی که در سخن خدا گوش کرد پیغمبر گوش کرد حالی بعد شام اعلان میکنه که شما گواه باشه که همین مردمی که در نشستن گوش کردن از خدا ترسیدن از عذاب جهنم ترسیدن آرزوی بهش رفتن داشتن مقصدشون بهش رفتن است خب از عذاب جهنم پناه بردن همش بخشید